بینندگان عزیز، درود بر شما. از استودیوی خبر تلویزیون تیش که همه آخرین رویدادها را به آگاهی شما میرسانیم. توجه شما را به سرخط خبرها جلب میکنم. حکم اعدام یک دانشجوی کرد تایید شد. 3 تن از شهروندان مریوانی دستگیر شدند. یک بمب در یک مسجد در زاهدان منفجر شد. 5 تن دیگر در اصفهان اعدام شدند. یکی دیگر از مسئولان جامعه بهائیان ایران در ساری دستگیر شد. وزیر امور خارجه آلمان به اقلیم کردستان سفر کرد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کند. آمریکا 17,000 سرباز خود را به افغانستان گسیل خواهد داشت. دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب الله لطیفی دانشجوی دربند کرد در سنندج روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه حکم اعدام وی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان، حبیب الله لطیفی دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام در آبان ماه سال گذشته در سنندج بازداشت شد و در تاریخ 10 تیر ماه سال 1387 به اعدام محکوم گردید. بر اساس گزارش‌های منتشر وی در این مدت تحت شکنجه نیروهای اطلاعات سنندج بوده است و اتهام نسبت داده شده به وی محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان می باشد. 3 تن از شهروندان اهل مریوان دستگیر شدند. به گزارش مرکز خبر حزب دموکرات کردستان ایران روز 19 بهمن ماه 3 تیم از نیروهای اطلاعاتی شهر مریوان به منازل 3 تن از شهروندان این شهر با نامهای سلام قادری، آزاد حسینی و خالد اسدی هجوم برده و پس از تفتیش منازل این 3 تن و ضبط کیس کامپیوتر و مقادیری از وسایل شخصیشان آنان را دستگیر کردند. پس از گذشت 11 روز از این اقدام از سرنوشت 3 تن مزبور خبری در دست نیست. این در حالی است که وضعیت جسمانی سلام قادری بسیار نامساعد بوده و پزشکش به مدت 6 ماه برای وی استراحت تجویز کرده است. وی در زمینه کارگری و حقوق زنان فعال می باشد و برای کودکان کرد نیز شعر می سراید. امروز یک بمب در یکی از مساجد زاهدان منفجر گردید. خبرگزاری رایترز به نقل از خبرگزاری حکومتی فارس گزارش داد سحرگاه امروز 30 بهمن ماه یک بمب صوتی در مسجد القدیر زاهدان منفجر شده است. این خبرگزاری به نقل از مسئولان نیروهای انتظامی زاهدان گزارش داد این تهاجم توسط یک موتورسوار انجام گرفته و قبل از اینکه وارد مسجد مزبور شود از ورود وی به این مکان جلوگیری به عمل آمده است. تاکنون هیچ گروه یا اشخاصی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفتند و از خسارات مالی و جانی آن خبری در دست نیست. 5 تن دیگر در زاهدان در اصفهان به دار آویخته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز 27 بهمن ماه 7 تن از زندانیان محکوم به اعدام زندان دستگرد اصفهان به سلول‌های انفرادی جهت اعدام منتقل شده بودند که روز گذشته 29 بهمن ماه 5 تن از آنان با نام‌های حمید بابایی، محمد گرگی، امید نوری، امید یوری، یاسین جعفری و عباس علی قاسمی به دار آویخته شدند و اجرای احکام اعدام در مورد 2 تن دیگر از آنان به تعویق افتاد. اتهام نسبت داده شده به آنها قتل و یا قاچاق مواد مخدر بوده است. یکی دیگر از مسئولان جامعه بهائیان ایران دستگیر شد. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران روز 21 بهمن ماه نیروهای امنیتی شهر ساری به منزل مسکونی طره تقی‌زاده مراجعه کرده و پس از تفتیش منزلش اقدام به ضبط وسایل شخصیش کردند. در این تهاجم ماموران مزبور حکم احضاریه‌ای را به وی تحویل دادند و بدون ذکر هیچ گونه دلیلی به وی گفتند که باید خود را در تاریخ 27 بهمن ماه به ستاد خبری اطلاعات ساری تحویل دهد. طره تقی‌زاده نیز در تاریخ مزبور به این مکان مراجعه کرده و بازداشت شده است. طی ماه‌های اخیر 2 تن دیگر از مسئولان جامعه بهایی در ساری با نام‌های فیض‌الله روشن و فؤاد نعیمی توسط نیروهای امنیتی شهر ساری دستگیر شدند. وزیر امور خارجه آلمان به اقلیم کردستان سفر کرد.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در ادامه دیدار خود از عراق به شهر هولر پایتخت اقلیم کردستان سفر کرده و همراه با نچیروان بارزانی رئیس حکومت این اقلیم کنسولگری آلمان را در کردستان افتتاح کردند. وی هدف از این سفر را ارتقاء روابط بازرگانی و فرهنگی آلمان با این اقلیم عنوان کرده است. به گفته وی یک مدرسه آلمانی در هولر گشایش خواهد یافت. شتاینمایر همچنین در نشستی مشترک با رؤسای اقلیم، دولت و پارلمان کردستان به گفتگو پرداخت. محمد البرادعی بار دیگر جمهوری اسلامی را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم ساخت. روز 29 بهمن ماه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در پاریس اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای حاضر به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست و در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود کمکاری می‌کند. وی از این امر ابراز نارضایتی کرد و گفت مقامات جمهوری اسلامی نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بی‌توجه هستند. به گزارش دایچه وله البرادعی گفته است تأسیسات نتنز برای 50,000 سانتریفیوژ در نظر گرفته شده است، اما تاکنون 5,000 دستگاه سانتریفیوژ در آن نصب شدند. همزمان با اظهارات البرادعی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد رژیم جمهوری اسلامی به برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. در هفته‌های اخیر کشورهای 5+1 اولین نشست خود را درباره مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای پس از بر سر کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انجام دادند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 4 قطعنامه را علیه ایران صادر کرده است. آمریکا 17,000 تن از نیروهای خود را به افغانستان گسیل خواهد داشت. به گزارش رویترز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دنور آمریکا اعلام کرد افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان برای بالا رفتن سطح آرامش در این کشور الزامی است. امروز 18 نوامبر ایتالیا نیز اعلام کرده است نیروهای خود را در افغانستان از 500 تن به 2800 تن افزایش خواهد داد. دیپلمات‌های آلمانی نیز خبر دادند آلمان 600 سرباز دیگر را به افغانستان اعزام خواهد داشت. انتظار می‌رود در نشست ناتو که در لهستان برگزار می‌شود آمریکا خواستار افزایش نیروهای این سازمان در افغانستان شود. دیپلمات‌های ناتو می‌گویند باید این سازمان تا برگزاری انتخابات افغانستان 10,000 نیروی دیگر به این کشور گسیل دارد. بینندگان عزیز، توجه شما را به سرخط خبرها جلب می‌کنم. حکم اعدام یک دانشجوی کرد تایید شد. 3 تن از شهروندان مریوانی دستگیر شدند. یک بمب در یک مسجد در زاهدان منفجر شد. 5 تن دیگر در اصفهان اعدام شدند. یکی دیگر از مسئولان جامعه بهائیان ایران در ساری دستگیر شد. وزیر امور خارجه آلمان به اقلیم کردستان سفر کرد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی کند. آمریکا 17,000 سرباز خود را به افغانستان گسیل خواهد داشت. خبرها را مشاهده نمایید. تا دیدار دیگر شاد و سربلند باشید.